سلام. در این ویدیو در قدم نخست نظریات سیاستمداران، علما، گویندگان و هنرمندان افغانستان را به طور بی‌طرفانه درباره شب یلدا بیان نموده و می‌بینیم کدام افراد مشهور افغانستان شب یلدا را تجلیل نمودند و کدام افراد مخالف جشن گرفتن این شب بودند. در اخیر ویدیو هم نظریه دکتر ذاکر نایک مبلغ و سخنران اسلامی را درباره تجلیل شب یلدا برای شما بیان میکنیم و در میابیم دیدگاه او درباره این موضوع چیست. این را باید یادآور شویم که ما در این ویدیو فقط دیدگاه های مختلف افراد مشهور افغانستان را جمع‌آوری نموده ایم و قصد صادر نمودن حکم دینی یا توهین به باورها و اعتقاد هیچ فرد و گروهی را نداریم. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و همچنان سابسکرایب نمودن کانال خرم میدیا را فراموش نکنید. در قدم نخست استاد محمد محقق شب یلدا را تجلیل نموده و در صفحه فیسبوکش آمدن این شب را برای همه مردم افغانستان مبارکباد گفت. آقای محقق تجلیل از شب یلدا را سبب به وجود آمدن خیر و برکت در خانه و عامل ایجاد محبت و اتحاد در میان اعضای خانواده ها دانست. شیخ محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی افغانستان با صادر نمودن بیانیه تجلیل از شب یلدا را ناجایز خوانده و گفت شب یلدا هیچ جایگاهی در دین اسلام ندارد. آقای حنفی اضافه نمود تجلیل از شب یلدا یک اسراف بیجا می باشد و من از مردم افغانستان می خواهم این شب را تجلیل نکنند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر پیام شب یلدا را برای تمام مردم جهان به خصوص مردم افغانستان مبارکباد گفته بیان داشت. پایان شب سیاه سفید است. شیخ مولوی عبدالقاهر با نشر پیامی در صفحه فیسبوکش بیان داشت اگر در شب یلدا عبادت خداوند و کارهای خیر انجام بگیرد بزرگداشت از آن مشکل نداشته بلکه سبب ثواب در نزد خداوند می گردد. وی افزود اگر در شب یلدا کار خیر انجام نگرفته و برعکس در آن شب شر و فساد صورت گیرد نه تنها تجلیل از آن جواز ندارد بلکه به باور مولوی عبدالقاهر گناه کبیره نیز محسوب می شود. مولوی فیروز احمدی با نشر پیامی در کانال یوتیوبش بیان داشت از شب یلدا در قرآن کریم و حدیث هیچ یاد نشده است پس تجلیل از این شب ناجایز می باشد. مولوی فیروز گفت شب یلدا نوروز و 13 بدر قدامت 5000 ساله داشته مراسم و فرهنگ آتش پرستان است و در اسلام هیچ جایگاهی ندارد. شب یلدا از کجاست؟ از کجای قرآن و حدیث آمده؟ بنا شب یلدا در شریعت جای نداره. استاد عبدالصمد قاضیزاده حرفهای مولوی عبدالقاهر را تایید نموده بیان داشت هرگاه شب یلدا قسمی برگزار شود که تمام اعضای فامیل در آن شب گرد هم جمع شده قصه کنند، خوش باشند، تفریح‌های سالم انجام دهند پس تجلیل از شب یلدا نه تنها که حلال است بلکه باعث کسب ثواب هم می شود. قاضیزاده اضافه نمود از تمام علمای افغانستان می خواهم تا خوشی های مردم افغانستان را محدود نساخته و آنها را از رفتن به پارک ها و تفریح همراه با خانواده شان منع نکنند. دکتر عبدالله با نشر پیامی در صفحه فیسبوکش شب یلدا را برای همه مردم افغانستان مبارکباد گفته بیان داشت شب یلدا بهترین شب برای خانواده ها است چون سبب همدلی، اتحاد و خوشحالی در میان اعضای یک فامیل می شود. مسلم شیرزاد یکی از خبرنگاران موفق کشور ما با نشر پیام شب یلدا را برای همه مردم افغانستان مبارکباد گفته و این شب را یک شب تاریخی و مختص برای تمام اقوام آریایی ها دانست. او گفت این شب از نیاکان ما برای ما به ارث رسیده و باید آن را به بهترین نوش تجلیل کنیم. فهیم توخی یکی دیگر از خبرنگاران و فعالان مدنی کشور ما با نشر پیامی در برگه فیسبوکش شب یلدا را برای همه مردم افغانستان تبریکی داده بیان داشت
شب یلدا نماد نور، امید و همدلی است. آرزومند آرامش، خوشی و روزهای روشن برای همه مردم افغانستان هستم. جمیل قادری یکی از یوتیوبران حامی طالبان که چند سال قبل جهت حمایت از امارت اسلامی از کشور بلژیم به افغانستان دیپورت شد، تجلیل از شب یلدا را ناجایز دانسته بیان داشت. هر فرد و خانواده‌ای که شب یلدا را تجلیل می کنند، از نظر من این افراد از آگاهی تاریخی کافی برخوردار نبوده و از تاریخ چیزی را نمی دانند. جمیل گفت شب یلدا در فرهنگ مردم افغانستان هیچ جایگاه ندارد. مولوی نصرت صاحبی با نشر پیام تجلیل از شب یلدا را ناجایز دانسته بیان داشت. شب یلدا از آتش پرستان و مجوسیان برای مردم افغانستان به ارث رسیده، بنابراین تجلیل از این شب به طور کلی ناجایز می باشد. صاحبی گفت تجلیل از شب یلدا بدعت بوده و از نظر من به حیث گناه کبیره به حساب می رود. از سوی دیگر فرهاد دریا هنرمند نامدار کشور ما با برگزار نمودن کنسرتی در شهر آمستردام کشور هلند رسما شب یلدا را با علاقمندانش تجلیل کرد. همچنان صدیقه مددگار هنرمند محبوب کشور ما نیز با برگزار نمودن کنسرت ویژه در شهر آکسبورگ کشور آلمان شب یلدا را همراه با طرفدارانش جشن گرفت. میر مفتون هنرمند محل خان کشور ما و بانو حسنا عنایت خواهر هنرمند معروف کشور ما غزال عنایت با نشر آهنگ جدیدشان به نام یاران زمانه شب یلدا را برای همه مردم افغانستان مبارکباد گفته و آهنگشان را به مناسبت این شب برای مردم افغانستان به طور تحفه تقدیم نمودند. قاسم ابراهیمی و نازیه کرامت الله هنرمند مشهور کشور تاجیکستان که در افغانستان هم طرفداران بیشمار دارد، با ثبت برنامه دربار بود موزیک و نشر نمودن در تلویزیون فضا شب یلدا را به طور ویژه تجلیل نموده و برای چند لحظه شور و هیجان را در خانه های مردم افغانستان آوردند. اوریانا سعید هنرمند محبوب کشور ما نیز شب یلدا را به مردم افغانستان تبریکی داده و آرزو نمود تا شرایط زندگی مردم افغانستان بهتر از امروز گردد. بانو نغمه هنرمند نامدار کشور ما هم شب یلدا را تجلیل نموده و از این شب به عنوان شب خیر و برکت یاد کرد. همیرا قادری شاعر نامدار کشور ما شب یلدا را تجلیل نموده بیان داشت تا پای جان یلدا را تجلیل خواهم کرد. یعنی شب یلدا بیشتر از هر رسوم دیگری برای بانو قادری ارزشمند بوده است. سیتا قاسمی هنرمند معروف کشور ما از شب یلدا بزرگداشت به عمل آورده و برای مردم افغانستان این شب را مبارکباد گفت. و در اخیر هم لیما امیری گوینده زیبا و موفق کشور ما هم شب یلدا را برای همه مردم افغانستان مبارکباد گفته و آرزوی خوشبختی برای تمام مردم افغانستان کرد. اما بیاییم بالای سه نهاد اصلی. در قدم نخست امارت اسلامی افغانستان تجلیل از شب یلدا را ناجایز دانسته بیان داشت. این شب در دین اسلام هیچ جایگاهی ندارد. اما تجلیل از شب یلدا، روز نوروز و دیگر مراسم‌های فرهنگی در دوره جمهوریت کاملا آزاد بود. در آن زمان حکومت در کارهای مردم زیاد دخالت ننموده و حتی از مراسم نوروز به بهترین شکل آن در ولایت‌های مختلف افغانستان بخصوص در ولایت بلخ تجلیل به عمل می آمد. در اخیر هم می خواهیم نظر دکتر ذاکر نایک را درباره تجلیل و بزرگداشت از شب یلدا برای شما بیان کنیم. در یکی از سخنرانی‌های منسوب به دکتر ذاکر نایک دیدگاهی مطرح شده است که بر اساس آن دکتر ذاکر نایک تجلیل از شب یلدا را مغایر با دین اسلام ندانسته و بیان داشته است. با تجلیل و بزرگداشت از این شب دین اسلام هیچ مشکلی ندارد. آقای نایک گفت دین اسلام آمیخته با فرهنگ‌های مردم بوده و هیچگاه خلاف رسوم و عنعنات مردم حرکت نکرده است.
او بیان داشت مگر تجلیل از شب یلدا کدام قسمتش مخالف دین اسلام است؟ از این چه بهتر که تمام اعضای خانواده در یک شب طولانی گرد هم جمع شده قصه کنند، خوشحال باشند و غذا صرف کنند. با این عمل نه تنها دین اسلام هیچ مشکلی ندارد، بلکه تجلیل از این شب سبب به وجود آمدن ثواب و روزی بیشتر در خانواده ها می گردد. این را هم باید برای شما عزیزان یادآور شویم که دیدگاه دکتر ذاکر نایک نظریه و برداشت شخصی خودش از دین اسلام است، در صورتی که علما و اندیشمندان دیگر جهان اسلام درباره شب یلدا نظریه های مختلف دارند. در نهایت همان گونه که دیده می شود افراد و علما از شب یلدا نظر به دیدگاه های دینی، فرهنگی و اجتماعیشان برداشت ها و نظریه های متفاوتی دارند.